خب با سلام به تمام دوستان. امروز میخوام دومین ویدیوی خودم رو درست کنم و این ویدیو رو میخوام درباره یکی از مسائل گراماتیک باشه که مسلما برای همتون خیلی مهمه و در واقع یکی از مسائل اساسی گراماتیک آلمانیه، نه فقط تو آلمانی، تو انگلیسی و 100% تو بقیه زبان ها هم خیلی مهمه و اونم کنیونکتیو سوایه. یعنی چی؟ یعنی که اتفاقی که نیفتاده ولی ما میخوایم توضیح بدیم، یعنی یه اتفاقی چه در زمان حال میخواست بیفته بعد چی پیش میومد، یا اگه اصلا یه اتفاقی قبلا افتاده بود بعد چه اتفاقاتی به تبع اون پیش میافتادن، یا حتی که این اتفاقات میتونست نتیجهشون تو گذشته تموم شده باشه یا هنوز ادامه پیدا کنن تو زمان حال. یعنی حتی میشه این همچین جمله رو ساخت که آدم اول به گذشته اشاره کنه، میگه اگه مثلا چند روز پیش این اتفاق نمیافتاد الان وضع فعلی من، وضع حاضر من یک جور دیگه بوده، در حال حاضر یه اتفاق دیگه میخواست بیفته یا هر چیزی. ولی قبل از اینکه بخوایم شروع کنیم به داستان کانیونکتیو بپردازیم، اول به ایندیکاتیو اشاره کنیم. ایندیکاتیو یعنی چی؟ یعنی جمله خیلی نرمال و طبیعی، یعنی یه جمله شرطی، یه جمله when و done بعدش، یعنی میگه اگه این بشه بعد نتیجهش اونه. یعنی wenn es heute Abend nicht regnet، اگه امروز بارون نیاد چی میشه؟ dann gehe ich ins Kino، بعد میام سینما. این واسه زمان حاله یا Gegenwart. wenn ihr Aussage dann die zweite Aussage، also das ist so ein Nebensatz. حالا چی میشه کنیونکتیو سوایش؟ میشه wenn es heute nicht regnen würde dann würde ich ins Kino gehen، یعنی میگه اگه امروز بارون نمی اومد که داره میاد من میرفتم سینما. این یه سیستمشه، دو تا فرم داره، یک و دو. حالت یک اینه که اول when بیاد، بعد یه جمله Hauptsatz اینجا بهش میگن، بعد دان بیاد. دان هم میتونه نیاد، مثلا این دان منظور من فولگش هستش، چیزی که نبنزاتسه. بعد اینجا جمله دوم هستش. سیستم هم اینه که اول when اول جمله باشه، بعد فعل میاد اینجا قبل از ورده، یا این وردن میتونه کانتن و میستن و دوفتن هم باشه. این میشه این، بعد جمله بعدی با وردن شروع میشه. wenn es heute nicht regnen würde dann würde ich ins Kino. خب این یه حالتشه. حالت بعدی اینه که ما میتونیم مثلا ونو بذاریم کنار، ورده رو بیاریم اول، یعنی wurde es heute nicht regnen wurde es heute nicht regnen würde ich ins Kino gehen. خب بعد همینطور که گفتم بقیه مودال وربا رو هم میشه با همین سیستم به کار برد. حالا کنن باشن تو ایندیکاتیو، کنن داریم و دوفن داریم و موسن داریم. کنیونکتیوش چی میشه؟ میشه könnten dürften müssten. مثلا wenn ich genug Geld hätte könnte ich ins Kino gehen. oder مثلا مال البته این زمان گذشته است. wenn ich meine Hausaufgaben gemacht hätte dürfte ich mit Jungs mit ins Kino. یعنی اگر که من تکلیفامو انجام داده بودم اجازه داشتم که با بچه ها برم سینما امروز. خب همینطور که اینجا نوشتم از قبل in der Vergangenheit. چی میشه in der Vergangenheit؟ wenn ich به جای wurden اینجا hätten میاد. خب wenn ich irgendwas gemacht hätte dann hätte es dies und das، حالا هرچی. Beispiel wenn es، همین جمله رو باز منم تو زمان گذشته نوشتمش. wenn es gestern nicht geregnet hätte چی میشد؟ dann hätten wir einen Ausflug gemacht، بعد میرفتیم ausflug، یه پیکنیک انجام میدادیم. به حال verben mit sein. حالا خب همه فعلا که با hätten نیست، همونطور تو ایندیکاتیو هم مثلا نمیگیم ich habe gegangen که یا ich habe gefahren، میگیم ich bin gefahren، ich bin gegangen. اینجا هم یا ich bin geflogen مثلا. این هم همینطوره، فعلایی که با زاین هستن دیگه hätten نمیاد، بلکه چی میاد؟ gewesen wäre میاد در زمان گذشته. مثلا Beispiel wenn ich gestern nicht krank gewesen wäre ich ins Stadion gefahren. یعنی من دیروز مریض نبودم میرفتم استادیون فوتبال. خب و همینو که گفتم مثل اون سیستم بالا
اگه بخوایم مثلا این ونش رو بذاریم کنار، میتونیم این وقن رو چیکار کنیم، بیاریم تو پوزیشن 1. میشه wäre ich gestern nicht krank gewesen, dann Nebensatz wäre ich irgendwohin gefahren, wo weiß ich. خب اینا تا الان واسه چیه؟ واسه جمله اکتیوه. خب جمله اکتیو هم چیزو گفتم الان، هم فرگانگنهایت هم گگنوارت. و اگه فرگانگنهایت باشه با وردن و وغن هستش، بعد müssten dürften اینا هم هستش. اگه که زمان گذشته باشه که یا اگه خیلی ساده، اگه فعلایی که با زین باشه gewesen wäre هستش، اون فعلایی که با haben نمیشه hätten. خب پاسیو، مثلا الان میخوایم جمله پاسیو بگیم چجوریه. wenn mein Auto nicht repariert werden müsste würde ich wegfahren. دیگه خیلی ساده. اونجا مثلا اگه چیز بود، مثلا چه بهش میگن، ایندیکاتیو بود. wenn mein Auto nicht repariert werden muss. البته این جمله رو نمیشه، این جمله رو فقط میشه به چیز کرد، به صورت کنیونکتیو گفتش. wenn mein Auto nicht repariert werden müsste، اگر تعمیر نباید میشد. یا اینکه مثلا میتونستیم بگیم wenn mein Auto im Moment nicht im Autowerkstatt rumliegen und rumstehen würde ich wegfahren. اگه که ماشین الان تو تعمیرگاه نبود یا در حال تعمیر شدن نبود، میرفتم بیرون. یا یه مثال دیگه، wenn ich heute noch Zeit hätte würden meine Hausarbeiten noch heute erledigt werden. خب این سیستم هست که مثلا اگه وردن هم داشته باشه توش، این وردن میشه. ولی باز یه نکته هم که اینجا هست، وردن kann auch weggelassen werden. یعنی میشه گفت مثلا wurden meine Hausarbeiten noch heute erledigt. اینو مثلا میتونیم پاک کنیمش از اینجا، اتفاقی هم نمیفته، دلمون میخواد. خب حالا یه چند تا اینجا مثال پرکتیش براتون نوشتم از کاربردهای روزانه کنیونکتیو سوای که خیلی به کار میرن. این شاید حالا گراماتیکش خیلی هم حالا سخت نباشه، آدم چند تا جمله رو بخونه فرم کلیش رو یاد میگه، ولی اینکه واسه آدم جا بیفته و بتونه تو سوزامنهنگ‌های مختلف، زمینهای مختلف اینو به کار ببره، این زمان میبره. آدم خیلی جمله‌های زیادی شنیده باشه که بتونه اینو خیلی مسلط به کار ببره تو جای خودش. مثلا هر مولا، مثلا فرض کنیم یه نفر یه جا زنگ زده میخواد چیکار کنه، یه ترمین بگیره. بعد هر مولا میگه چی؟ میگه ich kann Ihnen einen Termin am Montag geben, wäre da Ihnen recht؟ یا زمان واسهتون مناسبه و اونم میگه ja da würde mir wunderbar passen. خب میگه بله، میتونه اساس من خیلی عالی باشه. چرا میگه da würde mir؟ واسه اینکه این ترمین هنوز festgelegt نشده، هنوز با تو قطعی نگفته که آقا بیاین دیگه مثلا مونتاگ یا هر وقتی. میگه اگه مثلا این ترمین واسه مونتاگ در نظر بگیریم برای من خیلی خوب باشه، ولی دیگه کسی نمیاد مثلا اونم میگه یا wenn Sie mir einen Termin am Montag geben würden dann würde es mir wunderbar passen. این جمله اولی رو میذاره کنار، چون مثلا سیستم حرف زدن اینه تو آدم میخواد همه چی خلاصه بگه، بعد یه اطلاعاتی که اون طرف مقابل خودش ذوبیزو میدونه دیگه احتیاج نیست اون آدم دوباره تکرار بکنه. خب این از این. یا اینو باز تو فرگانگنهایت هم همچین چیزی میشه. حالا این یه نکته دیگه است که اینجا نوشتم. حالا همین حالت دوم که گفتم، مثلا ما میتونیم یه تیکه از جمله شرطی رو بذاریم کنار، این هم هستش. اینو تو فرگانگنهایت هم میشه همین چیزی. مثلا یه نفر داره واسه یه نفر دیگه یه خاطره رو، یه چیز رو تعریف میکنه، میگه که als ich auf der Autobahn Reifenpanne gekriegt habe, habe ich sofort meinen Freund angerufen oder einen Mechaniker bestellt. بعد اینو مثلا برای من تعریف میکنه، من میگم چی؟ میگم das hätte ich auch gemacht و da hätte ich auch einen angerufen. یعنی میگه منم همین کارو میکردم. خب واسه همین هته میاد اول. اگه با دست بخوایم بگیم مثلا دست میاد اول، بعد اگه چیز باشه هته میاد اول. مثلا نمیگه، مثلا آلمانی نمیگه ich hätte auch einen angerufen، بیشتر میگه hätte ich. البته اینجا چرا میشه این؟ چون ببخشید این جمله رو اشتباه کردم، اینو بعد چون یه einen داره اینجا فرق میکنه داستانش. میگه ich hätte auch einen angerufen، اما ولی اگه میگفتم hätte ich auch gemacht دیگه من hätte میومد اول، نمیگفت ich hätte auch gemacht، جوری نمیشد. gegenwart، حالا تو زمان
حال بخوایم اینا بگیم، مثلا آره، مثلا همین چیزی که گفتن، یه مثال واسه زمان حالش، یه نفر واسه نفر آ واسه نفر ب تعریف میکنه، میگه ich will sonntags niemanden besuchen، من یک شنبه ها هیچ کس رو نمیخوام چیز کنم، niemanden besuchen wollen، این بهتره اینجوری. و اون طرف میگه چی؟ میگه wurde auch nicht machen wollen، میگه منم دلم نمیخواد همین کار کنم. خب دیگه خیلی راحت، یعنی یه چیزی که یه تجربه یه نفر دیگه هست، آدم خودش هم میتونه اونو بگه، ولی به این صورت کنیوکتیو سوای. و یکی دیگه از کاربردهای کنیوکتیو سوای جمله‌ای که مثلا تو فارسی میشه گفت کاشکی یا ای کاش، یا چقدر خوب میشد اگه یه چیزی اینطوری اونطوری بود. این اصطلاحات باید باش به کار بره. doch nur، doch bloß gerne، doch endlich، و باز چند تا اصطلاح دیگه هم هستش، مثلا wenn ich doch nur meine Ruhe vor dir hätte، یعنی میگه کاش که من از دست تو آرامش داشتم. Ruhe vor jemanden hätten یعنی haben، یعنی یه نفر آدم رو تو آرامش بذاره. oder wenn ich jetzt gerne am Strand wäre، میگه کاش که الان لب دریا بودم. oder wenn ich doch bloß eine traue Freundin hätte، یعنی کاش که من یه دوست دختری داشتم که خیانت نمیکرد و وفادار بود اینا. Vergangenheit یکی دیگه از باز کاربردهای این کنیوکتیو سوای، مثلا یه نفر میاد تعریف میکنه یا چیزو، میگه من یه جا بودم، یا حالا نمیخوام حتما تعریف باشه، یا مثلا آدم از یه چیزی که تو گذشته اتفاق افتاده با خبر میشه و آرزو میکنه که کاش که منم اونجا بودم. این جمله رو چجوری میشه گفت؟ اول مثالش رو بزنیم، مثلا حالا یه نفر واسه یه نفر دیگه داره تعریف میکنه، میگه auf dem Bushidos Konzert war echt viel los، میگه اونجا خیلی کنسرت بوشیدو خیلی شلوغ بود و خوب بود و اینا، خوش گذشت. بعد طرف میگه چی؟ میگه da wäre ich auch gerne gewesen، da wäre ich gerne gewesen، یا das hätte ich gerne gesehen، کاش که منم اونجا بودم، یا منم خیلی دلم میخواست اینا ببینم. این یه مثلا. بعد این نکته دیگه هم فاست و بایناهه، یعنی میخوایم یه اتفاق رو تعریف بکنیم که نزدیک بوده بیفته ولی نیفتاده. مثلا میگیم که wir wären fast ohne dich weggefahren، مثلا چند نفر با هم یه جا قرار گذاشتن که سوار ماشین بشن و از وگفاهن کنن، یه نفر داشته دیر میومده، بعد اونا میخواستن برن ولی اون طرف تو آخرین لحظه gerade noch رسیده، بعد بهش میگن چی؟ میگن wir wären fast ohne dich losgefahren، نزدیک بود بدون تو راه بیفتیم بریم. یا این هم حالا یه جمله نوشتن sich wünschten، این هم ممکنه زیاد بشته، مثلا میگه ich wünschte mir dass ich morgen frei hätte، oder ich wünschte mir einen teuren Urlaub nach irgendwohin am Mittelmeer، مثلا دلم میخواست که مثلا آرزو میکردم برای خودم یه einen luxuriösen Urlaub، مثلا یه urlaub خیلی خوب و گرون و اینا، شیک و اینا، یه جا تو میتلمر دریای مدیترانه. ولی چرا میگن ich wünschte ich mir؟ واسه اینکه من پول ندارم برم اونجا. نه اگه بگم ich wünsche mir یعنی آرزو میکنن، یعنی این چیز ایندیکاتیوه، این آدم هدف داره میخواد به اون برسه. ولی وقتی وونشتن باشه این چیزی هستش که در واقع آدم میدونه که عملی نیستش. یا اینکه باز حالا یه مثال دیگه الان فلبدایه به ذهنم رسیدم اضافه کنم به اینا. فرض کنید یه نفر داره برای یه نفر دیگه مثلا خاطراتش رو تو خارج تعریف میکنه، میگه این Ausland hatte ich immer Heimweh. بعد من میگم چی؟ میگم mir ging es auch nicht anders. خب چرا میگم mir ging es auch nicht anders؟ گینگه چیه؟ گینگه حالا این هم باید یه نکته است که من اینجا تو نگفتم، همه کنیانکتیو سایا اینطوری نیست که مثلا میگه گن würde gehen، بعضیاش اینطوری میشه گینگه مثلا، یا مثلا خیلی باز مثالای دیگه هستش به صورت چیوش میگم پریتریتون بهش میگن، آره اون صورت در میاد. یعنی میگه منم اگه اونجا بودم، یا مثلا کامل میشه کمه مثلا اینجوری، میگه که منم میگه میگن یه ساخت آندست، یعنی اگه منم تو آسلند بودم خارج بودم، منم حسم متفاوت نبود است، منم یه همین ور داشتم. چرا حالا دیگه مثلا نمیگه wenn ich auch im Ausland wäre würde es mir auch nicht anders gehen، نه اینه که آدم نمیگه که، چون دیگه جمله اضافیه، مثلا خیلی احمقانه است، از هارتش blöd an، خیلی راحت آدم میگه mir ging es auch nicht anders gehen.
و اینم درس امروز بود. این بحث بسیار مفصلی، ولی من مهمترین چیزاشو گفتم. باز اگه سوال داشتید بیاین اینجا سوالاتون رو gerne بپرسید. immer ruhig fragen. بعد اینکه ein schönes Wochenende wünsche ich euch.